این هم از زیباترین طرحی که به عنوان گلخونه در گوشه خونه یا گوشه حیاط یا بالکن یا تراس میتونیم استفاده کنیم که بسیار زیبا و بسیار خلاقانه طراحی شده. چند تا سوراخ به اندازه‌های مناسب در لوله PVC ایجاد کرد که بسته به نوع خونتون میتونید لوله PVC رو کوچیک یا بزرگ طراحی بکنید. سر و تهش رو بست و با اضافه کردن سنگ در ابتدای اون و بعد از اون اضافه کردن خاک بستر مناسبی را برای رشد یک گیاه فراهم کرد. چند تا سوراخ زد و با دریل اونا رو بست تا بتونه یک شیلنگ رو بهش اضافه بکنه و دبه آب رو به عنوان یک منبع برای رسوندن آب به صورت مناسب به همه گیاهان فراهم بکنه. از 1 تا 10 به این طرح بسیار زیبا چند میدید. ممنون میشم با لایک و سابسکرایب از من حمایت کنید. تا ویدیو بعدی، بدرود.